امروز میخوایم با همدیگه ماساژ لیفتینگ صورت رو یاد بگیریم. اولین کاری که میکنین اینه که حتما صورتتون رو بشورید، هیچ کرم پودری نداشته باشید. اینو بهتون بگم که من هر روز این ماساژ رو انجام میدم، یعنی صبح وقتی که بیدار میشم و شبها وقتی که میخوام بخوابم. روغنی که بهتون پیشنهاد میکنم روغن نارگیل که باعث میشه اون خشکی پوستتون آبرسانیتون رو درست بکنه و اون کین و شروکاتون رو به مرور زمان از بین ببره. اولین کاری که انجام میدین یک مقدار به اندازه بند انگشت روغن رو به کف دستتون میریزید. این روغنایی که بهتون میگم روغنای چربی هستن، پس لازم نیست که بیشتر از بند انگشت بریزید. دستاتون رو آغشته به روغن میکنید و دستتون این شکلی بشه، چرب بشه. مطمئن باشید اگر هر روز این کار رو انجام بدید که صورتتون یک زاویه کاملا نشرا، جوان و زیبا بمونه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. ویدیو جدید گذاشتم حتما اطلاعاتتون رو ببینید. اگر سوالی هم دارید توی کامنت بر من بنویسید، من حتما جوابگوی شما هستم. به امید دیدار.